در اولین روزی تابستان امسال و روزی جهانی کودکان شما را استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست سرخط موضوع برنامه خبری یکم ایون. مفتی تاجیکستان مجزنی و محاربه بدون قاعده را حرام خواند. سید مکرم عبدالقادرزاده میگوید جوانان باید با گوشتین مشغول شوند. باغ و چراگاه مهمتر از حیات یک خانواده. بحث زمین و حکم دادگاه مادر دو کودک را در نویه وحش به خوردن سیرکو وادار کرد. ای سوخته دل ما آمدم خوردم و نبیبینم نبسوزم علاج نداشتم رفت نداشتم دیگه کجا رفتن من نمیدانم. تشویق رحمدلی و یا سوء استفاده از کودک. لولیان در تاجیکستان تا هنوز فرزندانشان را برای گرفتن درآمد بیشتر استفاده میبرند. کودک میبینه مثال گاب رحمت آمد به با جای نیم تمام بیاره یک کم نمیگیره. هم خاطر همون کودک گفته. و شروع میکنیم از آن که دیروز در پی زنازانی و سنگاندازی میان گروه ساکنان جماعتی واروخ تاجیکستان و اقصای قرغیزستان چند نفر از تاجیکان جراحت برداشتند. جنجال برای استفاده از راه بین یک محله سر زده است. شاهدان میگویند زنازانی بعد آن شروع شد که قرغیزها با تراکتور در منطقه بحثی کار شروع کردند. مقامات نویه اسفاره گفتند امروز مکان مناقشه آرام است. معمولا چنین بحث و زنازانی بین ساکنان دو طرف بهار و تابستان برای قطعه زمین ها و منابع آبی نزد مرزی که جانب ها از آن مشترکاً استفاده میبرند به وقوع میپیوندد. رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان محاربه بدون قاعده و مشتزنی را حرام خواند. سید مکرم عبدالقادرزاده یکم ایون از منبر مسجد مرکزی شهر دوشنبه این نوع ورزش را به سلامتی زیان‌آور عنوان کرد. اگر مبلغی فقط ساعت میگذارند وقت میگذارند که از این گذران در وقت نه انتشاب عقل نه روح و روان و نه جسم جان در اون قوت میگیرند اون حرام است و خصوصا بوکس یا اینکه براون که میزند دیگر رقیبی که رقیب و رقیب رو میزند مریض و معیوب میکنند این از نظر نداری مفتی توجیک از جمله گفت همه بازی هایی که در عوض مبلغ باشند ریبا و حرام است. اظهارات مفتی توجیکستان در حالی است که سال گذشته کمیته کار با جوانان و ورزش توجیکستان درباره قطع نمودن برخی از نوعهای ورزش فرمان صادر کرده بود. بر اساس آن در مؤسسه‌های ورزشی این کمیته تشکیل کردن گروه ها عاید به 9 نمود ورزش از جمله بوکس کسبی و زورآزمایی‌های آمیخته قطع کرده شد. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. امروز در دوشنبه نشستی شورای رهبرانی حکومت‌های کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به پایان رسید. هیئت‌های اشتراکدار جلسه 14 سند همکاری را امضا کردند. امام رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این نشست سخنرانی داشت و از سران حکومت‌ها خواستار تنظیم روندهای مهاجرت و تقویت همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم شد. مسئله مهاجرت روز گذشته نیز ضمن ملاقات دیمیتری مدویدف نخست وزیر روسیه با مقامات تاجیکستان مطرح گردید. نخست وزیر روسیه شب 30 می با هدف شرکت در نشست سران حکومت‌های عضو کشورهای ҳамсуд به دوشنبه آمد. تفصیلات را میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر کولوب دو نازیر راهرو برای رشوسیتونی از سیاحان خارجی از کار راندند. پولسیتونی این دو نفر در یک نوار ویدیویی ثبت شده و در شبکه‌های اجتماعی راه یافت. مؤلف این نوار میهای سیکای 34 ساله از رومانیا می باشد که ماه ایولی سال 2017 با یک دوستش به پامیرو دوشنبه آمد. با قبل سیاحی رومانی آنها از روسیه و مغولستان، قزاقستان و قرغیزستان هم گذشتند و فقط در تاجیکستان با چنین برخورد روبرو شدند. آژانسی ضد فساد منطقه کولوب تفتیشات و بازپرسی ناظران روحро در این زمینه شروع کرده است. چند روز پیش یک ساکن نویه وحش با خوردن سیرکو تلاش خودکشی کرد. اعتراض این زن از حکم دادگاه بود که بعد آن با 2 فرزندش در کوچه ماند. هرچند با کوشش پزشکان زیور به محمد علی و از مرگ رهید ولی مشکلات بخانگیش حل نشد. جزئیات از کیومرسیاتا. این زن برای خانه‌اش که چند روز پیش همسایه‌اش ویران کرد ماتم گرفته است. در اینجا که خانه میراثی پدرش بود
با 2 کودکش زندگی میکرد. پدرش مرض داده رفتگی ها. من مردم من دخترم همینجا زندگی بیوه شدم من همینجا زندگی کنم. دهه کلتشور در 40 کیلومتری شهر باختر مرکز ولایت خطلان جایگیر است. سال 1956 بنیاد شده است و زیاده از 100 خواجگی دارد. سال 2017 هم مقامات از ساکنان کلتشور خواستند که برای منزل و زمین‌هایشان سندی رسمی گیرند، ولی تا حال به بسیاری از آنها اجرای این طلب میسر نشده است. هر هم قشلاقا هم کلتشور نمیشه گذاشته که حجت کرده است. لیکن اول 80-90% نبود. محمد علی قربان مراد در این گوشه دهه سال 1988 خانه ساخت. زمین ناآباد را آباد کرد و تا دم مرگش در سال 2015 هم منتظم انداز زمین را می سپرد. از زیورنسا محمد علی 28 ساله که بعد جدایی از شوهر در این خانه میزیست، همسایه دیوار به دیوارش طلب کرد که زمین او را ترک کند. معلوم شد که خانه زیورنسا همچون خواجگی دهقانی اوزار به نام همسایه‌اش ثبت شده است. از اینجا دعوای دادگاهی 3 ساله سر شد. سر سیاست کردم. نون متایداندو کردم. کجای رفتم مراجعت کردم دستگیری نکردم. زیورنسا را از شفاخانه بعد از سرکو خوردنش آوردند. وقتی در شهر باختر بود که گفتند خانه‌اش را به خاک یکسان کردند. اول لوک پروش بروادن، بعد نه دوداری را زدن، بعد آدم پس بعد خانه را با کوال چپا کردن و سوزاندن. از این پیش دادگاه وخش خانه زیورنسا را غیر قانونی نامیده بحث را به فایده اوراس تاجیکوف مؤسس خواجگی دهقانی اوراس حل کرد. من با آخرین بار تعیینات سودی ولایت گرفتیم، رئیس سودی ولایت باید همین خانه حکومتی باید چپا نشود تا اجرایشی همون باید سودی ولایت. تعیینات رئیس دادگاه ولایت خطلان از 24 می به دادگاه وخش رسیده است و آن را همان روز گرفتند. بعد از آنکه زیورنسا از باختر آمد و جای خانه‌اش توده خاک را دید طاقت نکرد، خواست خود را بکشد. طبیبان نجاتش دادند. ای سوخته دل ما آمدم خوردم من نبیدم نبسوزم گفتم علاج نداشتم راه نداشتم دیگه کجا رفتن من نمیدانم. همش با سرش فشار آورده، رئیس جماعت هم فشار آورده که یک اونجا شکایت نمیکنیم مترقی میکنیم، رئیس سولش هم فشار آورده، اوش همش مجبور شده خش بخشید مجبور شده که به حالت همین حالت اومده رسوندگی. عین زمان رئیس جماعت میگوید این زمین چراگاه است و استفاده غیر هدفمندانه آن ممنوع است. زمین چراگاه قرار جمهوری است. ما از مقامات و صاحب ملکان نو 2 چیز شنیدیم. یکی میگوید این زمین برای چراگاه جدا شده است، دیگری میگوید باغ بنیاد میکنند. قانون چی است ما همراه گپ زده استیم. ای خانم گلیش نگپ زده نیستیم. زیورنسا که حالا اشیا و جهاز شکسته و کودکان حیرانش در کوچه مانده است، میگوید به قانون و عدالت دیگر باور ندارد. این دنیا در فره میکنه او دنیا در چخیل فره میکنه. برنامه خبری رو ادامه میدیم. امروز در تاجیکستان از روز کودکان تجلیل نمودند. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از بهبود یافتن وضع حقوق و زندگی اطفال خبر میدهند، اما سازمان‌های اجتماعی و جامعه مدنی هنوز هم از موارد خشونت و زورآوری نسبت کودکان، استفاده از نیروی کاری آنها و همچنین کمبود غذای اطفال تاجیک نگرانی میکنند. همین گونه تا به حال کودکان لولی هم در تاجیکستان قربان رسم و آیین‌های قومی خود باقی میمانند. این کودکان لولی همراه با مادر از کار برمیگردند. کار یعنی طلبندگی. آنها در دهه شاداب ناحیه ورزاب زندگی میکنند. کودکان لولی تبار این دهه از خردسالی در تأمین خانواده سهم دارند. هم چلاشون همه براد میبرند، دور چل باشه میگیرن میبرند. ما بابا بگم همه کس مکدگه ما نکنیم نمیشه، ما نبریم نمیشه، اشکا مثال اروی خلق سیر ما همه کار نکنیم خواب ما نمیبرن. کودکان لولی همراه با مادر هم باشند مستقل طلبندگی میکنند. اینا در خونه شما میره کودک میبینه مثال گاب رحم تو میبه با جای نیم تا نام بیاره یک تا نام میبیاره. هم خاطر هم کودک گفته. برای هم خاطر برای آواز زنکو میگیرن میبرن.
омӯзиши дарёфти ризқ ба атфоли лӯлӣ дар зиндагии баъдии онҳо нақш мегузорад ва роҳи минбаъдаашонро мушаххас мекунад. аст очаш ина як бор ду бор мебара омӯхта меша дига намефора кор куна ё намефора ки ё мактаб ро ҳамдуни очаш овора мегарда. Фарҳод Шарбатови 18 сола мегӯяд аз 6 солагӣ ҳамроҳ бо падар дар Русия буд. Фаҳмида буд ки бояд кор кунад, пул биёбад то рӯзгорро пеш барад. уҷада қатъан отам кам ёрдам медодам. бархе кӯдакони бузургтар аз 10 солаи Шодоб ки аз талбандагӣ дилгир шудаанд бо хоҳиш ва пофишории худ аз ин касби ба қавли худашон бобоӣ даст кашиданд. من جا نمیرم تو مکتب میخونم. بچه بود پدر مادرت؟ خیمه علشف نرم. تعدادی خیلی کمی کودکان دهه‌ی شاداب مکتب میروند. آنها نیز مکتب را پورا ختم نمیکنند و دو شغل برایشان باقی میماند، یا طلبندگی یا بازی و سرگردانی در کوچه. فیلم سازم جای استادیوم ندارن. اینی پاسچوکا میرن میزنن کودکا سر میکنن. این هم جمعی با قدی کوچه سر بازی میکنن. این خونه یا همسایه میره، همسایه میگه تو میدارونه، میگه که کوچه دا بازی نکنه. کمیته تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در توصیه‌های پیوسته خود از تاجیکستان میخواهند که به وضع اطفال لولی رسیدگی کنند. در حالی که مقامات تاجیکستان تبعیض نژادی کودکان لولی در کشور را رد میکنند و بر اینند که آنها بیشتر قربان رسم و آیین‌های قومی خود میشوند. در شمال تاجیکستان هم اکنون دوستداران شناوری امکان پیدا کردند که در مکانی بخطر آبازی نمایند. جا برای شناوری را در روبروی حکومت ولایتی به استفاده دادند. گزارش نوبتی در همین باره است. در روز اول تابستان در شهر خوجند در ساحل دریای سیر یگانه جای آبازی و آبوتابی بدن افتتاح یافت. جای شستشوی همشه ما موافق معیار این رایگان برای همین خلق عزیز ما شهروندان شهر خوجند مهمانان خدمت. این اولین جای آبازی است با ستاد نجات دهندگان. بسیار جایهای رود سیر که چشمه‌های سرد دارد برای شناوری خطرناک دانسته می شود. نجات دهندگان ما جبهه و نواداری شبانه‌روزی نجات دهندگان ما تأسیس کرده در سواقع تمام تکنیک تجهیزات‌ها، زورق‌ها، افغان‌نشین‌های مخصوص برای بودن کارهای روی آبی و زیر آبی در حالت آماده‌باش قرار داده ایستاده است. ستاد حالتهای فوق‌العاده سوخت میگوید کارمندان این نهاد سال گذشته 2017 74 نفر را از غرق شوی در رود و حوضهای منطقه نجات دادند، ولی 15 کس عمدتاً جوانانی که شناوری کردن نمیتوانستند غرق گردیده به هلاکت رسیدند. در اینجا چنانکه که میبینیم یک جای بی‌خوف انتخاب کرده شده است، خم‌ها آورده شده است، خم‌های مخصوص و چپوریش اهمیت داده شده است. اینجا رگی مهین برای آبوتابی بدن و میدانچه‌ها برای بازی‌های گوناگون دارد. روز 1 ایون کودکان زیاد در آنجا بازی می‌کردند و چون امسال هوا پست آمد بسیار کودکان برای بار اول شناوری می‌کردند. بچه‌ها بیاد همینجا خواطری میشد آدم. اینجا جای آباد نبود. حاضر با من امروز خیلی که من همه دیده ایستاد بسیار آبادی بسیار از این خرسند. موسم شناوری در شمال تاجیکستان معمولاً آخر ماه می اول ایون آغاز می‌یابد و تا تیر ماه با سرد شدن آب و هوا ادامه می‌کند. سالهای قبلی به سبب نبودن جای مخصوصی به خطر در روزهای گرما نیز در ساحل رود سیر کم کسان به نظر می‌رسیدند. ما حاضر مصلحت کردیم حالت‌های فوق‌العاده من رئیس شهر متخصص کردیم باز یک دو جای شهر به خیلی جای آبازی موافقه میکنیم تشکیل میکنیم که امروز این جا به پول رایگان رایگان تمام شرایط‌های ما میکنیم. خدا خواهد با نیت داریم که با واحدهای صنعی هم تشکیل کنیم حوضهای صنعی برای کودکان. با همین مطلب برنامه خبری رو در هفته روان خلاصه میکنیم. این هفته تاجیکستان و جهان تحولاتی زیاد و مهم داشت و همراه منتظر میشویم که هفته آینده با کدام خبرها ما را در حیرت میگذارد. همه شما را روز دوشنبه منتظریم، اما تا آن وقت از وبسایت ما www.azodi.org و آزادی ویدیو یوتیوب استفاده برید. تا برنامه روز دوشنبه خدا نگهداری هر یکی شما باشید.